فیصل جان عزیز، سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام و احترامات خدمت شما و بیننده های عزیز. امید که یک هفته خوب است سپری کرده باشین و خوش شدم که از شما را از تلویزیون شما که شما ما را دعوت کردین در تلویزیون شما. سلامت باشین فیصل جان عزیز. خب بیایم بحث را از آغاز کنیم که چه انگیزه باعثی شد که شما بیاین موضوعی را تحت عنوان اخلاق ژورنالیسم انتخاب کنید؟ اخلاق مجموعه از قواعد و قوانین است که با رعایت کردن آن انسان در زندگی باعث تغییرات و نظم و دیسپلین در جامعه می شود. بسیار خوب. اخلاق یک چیز است که باید همگی داشته باشه. دقیقاً. اخلاق مهمترین چیز است و با اخلاق به دو نوع است. اخلاق یکی از دوستان و رفیقای خود می‌آموزیم. بله. یکی از طریق درس می‌آموزیم. بله. بسیار خوب. به نظر شما برای یک ژورنالیست چقدر مهم است که اخلاق ژورنالیسم را داشته باشه؟ بیا اول یک تعریف از ژورنالیسم داشته باشیم تا اینکه بیننده‌های عزیزم ببینن معرفیشن با ژورنالیسم. ژورنالیسم از دو کلمه فرانسوی گرفته شده. بله. که ژورنال به معنی دوسیه یا یادداشت روز می باشد و لیزم به معنی مکتب. بسیار خوب. خب ژورنالیسم شما یک تعریف داشتین و خب حالا بیایم ارزش و جایگاه اخلاق ژورنالیسم را برای یک ژورنالیست اگر شما جایگاهش را بگوین که چقدر مهم است برای یک ژورنالیست تا بفهمه که در ژورنالیسم کدام اخلاق به در نظر گرفته شود؟ در ژورنالیسم قسمی که ما رشته ژورنالیسم هستیم، شما خودتان ژورنالیست هستین، با افراد مختلف روبرو میشوین. دقیقاً. خوشخلق، بدخلق و خندروی و بدخوی، همه قسم اشخاص مختلف. یک ژورنالیست باید بسیار به هر حالت آماده باشه. یک ژورنالیست مثل آب است که در قالب پرتی هم تو باید یخ بگیره و اخلاقش باید باعث وقت شناسی باشه، وقت خود بشناسه، باعث باشه وقت شناس و همیشه در زمانهای مختلف باید آماده باشه. بله بسیار. زمانی که یک گزارش جور میکنیم باید در وقتش برسیم و زمانش مختلف می باشه. دقیقاً فیصل جان عزیز، یک سلسله قواعد قوانین است تا باید ژورنالیست در نظر بگیره. قسمی که شما اشاره هم داشتین در نظر گرفتن وقت است که واقعا خیلی یک نقش اساسی در رسانه داره. خب فیصل جان عزیز، شما خب تا جایی که من اطلاعات دارم شما محصل رشته ژورنالیسم هستین؟ بله، من محصل رشته سمستر سوم رشته انستیتوت تکنیکی ژورنالیسم هستم. بله. و شکر خدا بسیار از رشته که میخوانم بسیار علاقه‌مندیام دارم. بسیار عالی. ما شما مسلک هستیم، ما امیدوار هستم اهداف را که شما تعیین کردین به اهداف برسین. فیصل جان عزیز، خب در آینده زمانی که رشته ژورنالیسم شما تمام کنین با کدام کار علاقه‌مند هستین که ادامه بدین؟ من رشته کامرامینی دو رشته را بسیار علاقه‌مندی دارم. بله. در رشته که کسی دو موضوعات انتخاب میکنه تا اینکه به یکیش انتخاب قبول میشه. یکی رشته کامرامینی است، یکی رشته خبرنگاری است. بله بسیار عالی. گزارشگری. اگر ما یک طرف خب قرار بتیم خبرنگاری و گردانندگی و یک طرف هم فیلمبرداری و کامره‌برداری، کدام یک اولویت میدین؟ امو خبرنگاری. بله بسیار خوب. امیدوار هستم شما به مو علاقه آرزویتان برسین. خب فیصل جان عزیز، در بحث اخلاق ژورنالیسم شما اشاره هم داشتین، مشخصا اگر بر ما بگوین کدام نکات را باید یک ژورنالیست در نظر بگیره؟ مشخصا احترام به ارزش‌های ملی. بسیار خوب. و احترام به ارزش‌های ملی که یک زمانی که ما یک نفر می‌خواهیم یک چیز از جامعه را باید مثلا گزارش بگیریم، بله. باید درباره از اون معلومات داشته باشیم. یک خوب. ژورنالیست و یک دکتر باید معلوماتش بسیار زیاد باشه و همیشه باید در حال افزایش باشه معلوماتشان، چون هر چیز در حال پیشرفت است و همیشه باید ژورنالیست و دکتر باید بالا باشه و همیشه وقتی که میخواد یک نفر مصاحبه بگیره باید از او یک اجازه داشته باشه. اجازه نشرشه و اجازه خود مصاحبه را، چون اگر مصاحبه نتونی و کسی که میخوای مصاحبه کنی او آماده نباشه نمیتونه صحبت کنه. دقیقاً فیصل جان عزیز، کسی که میخواد یک رشته را آغاز کنه ابتدا باید درست او رشته را باید فرا بگیره. نظر شما در مورد آن از افرادی که متاسفانه یوتیوب و یوتیوبر یک مقام خاص در یک جامعه داره، اما با تاسف در جامعه افغانی ما شما
یک کم ضربه زده شده به می مقام و کوبیده شده. به نظر شما افراد غیر مسلکی که میآیه یوتیوب را شروع میکنه، کارش را یوتیوبر میشن و اخلاق ژورنالیسم را در نظر نمیگیره، نظر شما چی است؟ قسمی که قبلا فرمودم که اول باید اجازه داشته باشه. بله. اول باید درسش بیاموزه، عملی و تکنیکی و مسلکی. و همیشه وقتی که اجازه نداشته باشی ارزش به حرفایی بزنن که به نفع دولت باشه. و با وقتی که ما صحبت میکنیم در یوتیوبر ها بعض وقت دیدیم، یک در فیسبوک ها یا یوتیوبر رو دیدیم که همیشه دیدیم که ویدیوهای مندازن که باعث میشه که کشور ما را بعد به کشورهای جهان معرفی کنه. دقیقاً بله. و بعض کسا هستن میگن ژورنالیسم که است هنر است و بعض کسا هستن میگن علم است. اما ژورنالیسم رشته است که هم هنر است هم علم است. بله بله. وقتی که میخوای یک کار بکنی هم باید معلومات داشته باشی و هم طریقش یاد داشته باشی که چگونه رو پیش بری. بسیار خوب. بر اساس تجربه‌ای که من دارم، قسمی که شما هم فرمودین هم علم است هم هنر است. ما در ژورنالیسم هم علم بیان داریم هم فن بیان داریم. این چیزای اساسی است که ژورنالیست میتونه موفق شود. قسمی که شما هم گفتن هنر و همچنان علم. خب فیصل جان عزیز، بسیار تشکر بابت این که در برنامه صبح معارف اشتراک کردین. با جوانان عزیزی که بیننده هستن پیامشون. با جوانان عزیز ما که بیننده هستن یک پیام خاص دارم که میگه زندگی آب روان است، روان میگذرد. بله. آنچه تقدیر ماست امان میگذرد. چقدر زیبا. اما هر آن چیزی که در زندگی میآید به هر حالت آماده باشه و تقدیر ما چیزی که الله متعال میخواد، خداوند متعال میخواد، به هر حالت آماده باشیم و هیچ وقت ناامید و ناراحت نشیم از حالت که سر ما میآید. دقیقاً. موفق باشین فیصل عزیز. تشکر از شما. بخیر باشین.